سفر امروزه ما توسط نمایش به ولایت ختلان به ناحیه قبادیان صورت میگیرد. انیخترش همراه به موضع آوازه‌داری تخت سنگین می رویم. شهرکده تخت سنگین در ساحل راست امودریا، پایانتر از محل همراهشوی دریاهای پنج ببخش در ناحیه قبادیان ولایت ختلان واقع می باشد. تخت سنگین به نامگوی فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیده است و سال 2015 به این فهرست ثبت شده است. مسکن تخت سنگین بیشتر همچون خزینه امودریا یا جواهرات اکس عبارت از کلکسیای جواهرات و تنگه های طلایی و نقرگین. قریب 1300 نامگوی معلوم است که سال 1877 از جانب تاجران بخارایی در ناحیه قبادیان سابق تخت قباد خریداری شده است. این شهری باستانی دارای تاریخ بیش از 2000 ساله بوده. کارهای تحقیقاتی در اینجا سالهای 70 عصر 20 آغاز گردیده بودند. باستانشناسان شکل و نمود و اندازه قصرهای اقامتی، عبادتگاه استاخانه و دیگر جزئیات آن را معاینه نمودند. همزمان پاره‌های آلاتی از سنگ تیار شده نیز یافت شدند که از تاریخ با این مکان دلالت می‌کنند. باقی مانده های قصر بازگوی آنند که استادها در ساختن آن مدنیت مخصوصی قصر سازی را استفاده بردند. این ستونپایه های عظیم سنگی واقعا از هنر بالای استادهای آن وقت دلالت میکنند. میگویند که حجم معبد اکس 4 کنجه بوده، هر طرفش 51 متر درازی داشته است. در بنیاد معبد تمدن های گوناگون آن زمان دیده می شود. از این مکان اشیاء شکار و روزگار و مواد آرایشی پرقیمت یافت شده است. موافق تحقیقات‌های تاریخ‌شناسان، خزینه امودریا از گنجینه‌های معبد اکس که در آخر عصر 4 پیش از میلاد بنیاد شده است عبارت است. گنجینه‌های معبد اکس از انعام و بخشش‌های ساکنان به معبد و خداوند اکس به وجود آمده است. در این گنجینه‌ها انعام و بخشش‌های باختری‌های قدیم یونانیان و دوران کوشانیان محفوظند. اکثر اشیاء با آرایش یافت شده این مکان در آثارخانه ملی انگلیا محفوظ است. این مکان شهادت آن است که سرزمین ما واقعا تاریخ قدیمه و ساکنانش از عهد قدیم تا امروز مدنیتی بای داشتند.